برای تویی که فکر و حرف آدم‌ها برات مهمه. ببین، هر کسی نویسنده داستان خودشه. پس اگه بخواد میتونه تو رو توی قصهش آدم بده کنه، میتونه ازت یه موجود وحشتناک بسازه، میتونه جوری بنویسه که هر کی قصهشو بخونه راجع به تو بد فکر کنه. اما یه چیزو یادت نره، اون داستان مال اونه، نه تو. چرا باید برات مهم باشه که توی قصه بقیه چه شکلی به نظر میرسی؟ تو داستان خودتو بنویس، راه خودتو برو. کسایی که واقعا تو رو باور دارن خودشون میفهمن کدوم داستان واقعیه و کدوم تخیلیه. آره رفیق.